سلام، حالتون چطوره؟ من اومدم اینجا کنار این رودخونه قشنگ. این ایده به ذهنم اومد که یه دونه ولاگ طولانی بگیرم و اینجا رو با هم دیگه بگردیم. سلام آقای سگه. رو من بریم. آهای بعدی اینجا بشینم. یکم نشستم اینجا و راجع به ایده های یوتیوبی که تو ذهنم میومد نوشتم. اون خونه قدیمی اونجا بگم اون پایین خب مادر بزرگ مادرم زندگی می‌کرد. پایین یه دونه اتاق داره. این بالاش الان شده واسه پسرعموهای مامانم و در نمیاد. حالا بعدا به موهام گیر کرده. میترسم بکشم موهام در بیاد. بعد اون همه قرص و دارو دارم میخورم که موهام رشد کنه، از اون برم بکنم نمیشه. آخر تونستم اینو در بیارم ولی باز چند تا از موهامو کند دیگه. اینا وصله هستش. گربه داره میاد این ور و من ترجیح میدم که بپیچم به بازی، یعنی پاشم برم بپیچم به بازی. این چی بود اومد؟ بپیچم به بازی یعنی چی اصلا نمیدونم. الان این اومد تو ذهنم. خلاصه بپیچم. وای داره میاد این ور. 2 تا شاخم داره. یه پاشم غذا تو دهنش همونطوری داره من نگاه. الان اومدم فیلم بگیرم داره غذا میخوره. بیا میترسه. بیا اینجا خوشگل. خوشگل ناز داری. میای باز نگیری آجیو. خوشگل. بیا. سلامت بشی.